بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيام برکت حجاً، ماه رمضان که یک ماه بسیار بزرگ هست، ماه نزول قرآن عظیم الشأن، ماه روزه هست و تنبیه نفس و تزکیه نفس هست و برنامه های خودش رمضان برای انسان سازی و ساختن انسان دارد و در آن شب قدر هست که یک شب بهتر از 1000 ماه و بعد تمام شدن ماه رمضان ماه حج شروع می شود که ماه شوال و این ماه ذی‌قعده و بعدش ذوالحج است. اینها ماهای حج و در این 2 ماه و 10 روز که ذوالحجه و ایام حجند که یکی از ارکان مهم دین و از ارکان بزرگ دین در همین ماه انجام میگیره. معمولا رمضان که تمام می شده، مردمی که نزدیک بودن بیشتر راهی گذشته حج می شدن، با شتر و با کشتی و پیاده و اما کسانی که خیلی در بلاد دورن اونها در این 2 ماه نمی رسیدن و اونها بیشتر وقت می دادن تا اینکه برسن به خانه کعبه و پیاده می رفتن، شبی جای و روزی جای و واقعا حج او زمانه قربانی بزرگ می گرفت و مردم قدر حج می دانستند، قدر خانه کعبه را می دانستند و قدر این رکن دین
و مشاعر نشانات و یادگار دین الله تعالی را او زمان بیشتر مردم می‌دانستند و ادب و احترام به مراتب بیشتر بود از امروز. امروز الله تعالی ضعف ما را دیده و با در نظر گرفتن ضعف‌های ما الله تعالی آسانی آورده که بالاخره این نقل و انتقال هوایی برای حج کار آسان کرده. وضو بگیر زاهدان و نماز در مکه مکرمه یا مدینه منوره ادا بکن. و چقدر احسانات الله تعالی است، چقدر نظر لطف الله تعالی و چه تسهیلات الله تعالی گذاشته است. و به هر حال او جای بسیار عظیم و بزرگی که الله تعالی آنجا را قرار داده است و یادگار و الله تعالی و دینش هست آنجا که این یادگار خانه کعبه را الله تعالی به دست زیبا و نورانی حضرت ابراهیم علیه السلام بنا کرده. یکی از پیامبران عظیم و بزرگ که پدر داها پیغمبر بزرگ هست که بعد از حضرت ابراهیم آمدند. نسل او چه نسل نورانی و روشن جریان داشت و چه شایستگی و استعداد در این نسل بود که همه این نسل برمیگرده به حضرت ابراهیم و این استعداد و شایستگی که الله در ابراهیم گذاشته بود منتقل شد به فرزندان او و همون للهیت و اخلاص جریان داشت در بسیاری از فرزندان ابراهیم علیه السلام. حضرت اسماعیل، حضرت محمد رسول الله در همین نسلان و حضرت اسحاق و یعقوب و حضرت یوسف و حضرت موسی و عیسی و داود و سلیمان و همه این پیامبران که قرآن نام میبره بیشتر از نسل حضرت ابراهیم هستند. چه نسل پاک و چه شایستگی و در این نسل عشق خدا وجود داشته. و ابراهیم علیه السلام یک عاشق کامل الله تعالی، عاشق به تمام معنا به الله تعالی و محبت خدا به صورت کامل که الله هر دستوری که ابراهیم را داده و آزمایش کرده ابراهیم فیروز شده. هیچ جای ابراهیم ناکام نشده، به بنبست گیر نکرده است. وقتی که الله ابراهیم را با آتش نمرودی آزمایش کرد، ابراهیم جانانه آماده قربانی شد. حسبنا الله حسبی الله نعم الوکیل گفت و به آتش رفت. نمرودی ها حضرت ابراهیم به آتش انداخت. ابراهیم با چه توکل بر الله تعالی و اعتماد بر خدا به سوی آتش برده شد و هیچ تضرع و زاریه نکرد، عذرخواهی نکرد. حتی از فرشتگان هم که گفتن شما هر دردی دارید و فریاد به خدا برسانیم و گفتن که خدا حال من از شما بهتر میداند و نیازی نیست که من به شما فرشتگان متوسل بشم. و الله تعالی ابراهیم از آتش نجات داد و آتش را سرد و سالم که همه ابراهیم وقتی که الله تعالی در سن پیری اولاد به نام اسماعیل میدهند و اسماعیل و حضرت هاجره مادرش را به مکه مکرمه میاره. شهر نبوده اون زمان به نام مکه، بر و
بیابانی بوده که نه آب داشته و نه آبادیه. اینجا گذاشتن، تنها گذاشتن و رفتن. چه آتش سخت بود، این از آتش کمتر نبود که یک زن جوانی و یک فرزند که تازه شیرخوار است بگذاره در یک جایی که اصلا اونجا انسان یافته نمیشه، بگذاره تنها و بره به دستور الله. این آزمایش بزرگی بود. و روزی که الله دستور داد اسماعیل وقتی بزرگتر شد و با پدر وقتی که میرفت اونجا همراه میشد و الله دستور دادن که شما اسماعیل قربانی بکن، ذبح بکن برای من. و ابراهیم علیه السلام درنگ نکرد. اسماعیل مشورت کرد، او هم اعلام آمادگی کرد. پدر و فرزند هر دو برای قربانی شدن. چون قربانی پسر که جگرگوشه و محبوب دل و نور چشم، قربانی پدر و قربانی خانواده است. اما اطاعت کرد از اسماعیل و از ابراهیم او را به قربانگاه برد، به بنا برد که قربانی بکنه. و الله تعالی زیر کارد حضرت اسماعیل نجات داد و فرمود که ابراهیم شما خوابتون را که دیدید تکمیل کردید و در خواب همین بود که داره اسماعیل ذبح میکنه. و شما کار دهم. ابراهیم به حلق اسماعیل کشید ولی کارد نبرد حلقش را. و الله فرمود که خواب تکمیل شد و به جای حضرت اسماعیل الله تعالی قوچه به ابراهیم دادن که قربانی بکنه گوسفندی را. و این آزمایشات سختن، این امتحان سختی بود. و این عاشق کامل الله تعالی، یک انسان نمونه، یک انسان وارسته، این انسان بی نظیری است که از مولا و رب چگونه اطاعت میکنه، منافع خودش را و فرزندانش را زیر قدم میگذاره و فرمان الله را اجرا میکنه و از الله دستور میبره. و این درسن، این کلاسن که الله تعالی برای بشر گذاشته و انسان گذاشته که درس بگیرند از این قربانی، درس بگیرند از این فداکاری، درس بگیرند از ایمان، درس بگیرند از توکل، درس بگیرند از اطاعت و درس بگیرند از عشق. و اینها مکتب عشق سروران گرامی درسای خودش را داره. و آنانی که عشق الله، محبت الله را در دل دارند و انسان الله به نحو آفریده که در او الله استعداد و ماده عشق را گذاشته است. این عشق گاهی که به دنیا بره و انسان عاشق پول و مال بشه، به راحتی خود را به کشتن میده برای دنیا و خونش را حلال میدانه، مرگش را جایز میدانه در راه دنیا، در راه پول، در راه مال، در راه پست. کشتن دیگران هم جایز میدانه، دیگران بکشه برای مال، برای پول، برای مقام، قدرت. پدر پسر میکشه، پسر پدر میکشه، برای مال میکشه، گاهی برای پست و مقام و موقعیت. و این عشق دنیاست، عشق مادیات، عشق مال و عشق مقام و جا، کل اینها دنیا. اما آنانی که به الله عاشقان و عشق الله در دلشونه، محبت خدا در دلشونه،
شیفته الله، دل داده الله. اونها هیچ وقت خود را نه برای مال بکشتن میدن، نه برای مقام بکشتن میدن، نه دیگران برای پست و مقام میکشن، نه خودشون را بکشتن میدن، بلکه اونها برای الله خود را بکشتن میدن، میمیرن در راه الله، جان قربانی میکنن، مال قربانی میکنن، آسایش خودشون را قربانی میکنن تا رضایت پروردگار را بگیرن. و یکی از این نمونه های عشق را الله تعالی در همین سرزمین حج و سرزمین مکه مکرمه گذاشته است و مدینه منوره. یکی دیگر از نمونه های عشق و محبت و خداخواهی و خداجویی و نمونه از آثار عشق اونجا موجود است. آثار و علائم عشق در شهر مدینه، عشق به الله و دل دادگی به الله و آثار و نمونه عشق در مکه مکرمه. آنجا جایگاه خلیل خداست، خلیل الله، دوست خدا ابراهیم و جایگاه هاجر و اسماعیل. و اینجا مدینه منوره هم مکه مکرمه جایگاه رسول الله، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام و دیگر انبیا که آنجا رفت و آمد داشتن. و اینجا مدینه منوره جایگاه محمد رسول الله که حیا و میتا، در حیات و بعد از حیات در مدینه منوره زندگی کردن و در مدینه منوره تا قیامت آرام میکنن. آرامگاهشون در مدینه منوره و چه جایگاه بزرگی است. این هر دو شهر عاشقان الله تعالی، عاشقان واقعی، نه عاشقان خانده و عاشق نما، عاشقان واقعی خدا، دلدادگان حقیقی الله، بندگان مقرب الله، بندگان صالح الله، بندگان کم نظیر الله در دنیا بودن. و جایگاه بسیار بزرگان، بسیار بزرگان، بسیار بزرگان. دلی که آنجا میخواهد برود و دلی که هوای او سرزمین داره باید مادیات از دل خود، عشق دنیا را، محبت دنیا را از دلش بیرون بکنه و محبت خدا را و عشق خدا را، خدا خواهی را، خدا طلبی و خدا جویی را در دلش جا بده و قصد این سرزمین بکنه. بدانه که کجا می رود، بدانه که برای چه می رود، برای جمع‌آوری اسباب و وسائل، برای تجارت و جمع‌آوری مال. و کم نیست اونها در شهرهای خودمون، در محله خودمون اینا موجودن. آنجا تمام هواها را از سر خارج بکنه، تمام خواسته ها را از دل بیرون بکنه و یک خواسته در دلش بگذارد که خواستن الله، خدا خواهی و رضامندی الله و توبه و رجوع الله. برای توبه بره آنجا، نیت توبه بکنه، نیت فرمان برداری بکنه، نیت رجوع الله را بکنه و جبران گذشته ها را، گذشته های سیاه و تاریک را و کوتاهی های گذشته را نیت کنه که آنجا جبران بکنه. و لحظه آنجا شهر عاشقان واقعی، شهر دوستان واقعی، تاریخ دوستان واقعی که آنجا عاشقان الله را بندگی کردن و با تمام وجود بر روح روان الله را بندگی کردن،
با جان و مال الله را بندگی کردن، با زن و بچه و دوستانشون الله را بندگی کردن. آنجا این موقعیتی که الله تعالی فراهم کرده و گذاشته است مهمه. و حجاج بیت الله الحرام توجه داشته باشند که این جایگاه عظیمه و جایگاه مهمه. همون آیه که عرض کردم که گذشته پیاده می رفتن، با شتر سفر می کردن، راههای طولانی را طی می کردن، تشنگی و گرسنگی و رنج و زحمت سفر تحمل می کردن. با چه محبته، با چه عشقه، با چه علاقه، با چه شفتگیه. و عزیزان من، و امروزا که این سفر آسان شده، باید او سروران گرامی، او است که روح حجال و روح استفاده از اون جایگاه و مقامات هستند. انسان اینها را باید در زندگی داشته باشه. حجاج گرامی در نظر داشته باشه. این تنها حاجیان نیستند، بلکه همه عزیزان، همه مردم باید عزیزان من بدانند که دل که دران به تعبیر علامه روم رحمه الله تعالی، اون دلی که تویش خدا خواهی نیست، محبت خدا نیست و محبت تنها دنیایه و محبت الله نیست و عشق به الله نباشه، خالی از عشق و ارادت به الله، و دل مرده است. و این دل نیاز داره به زندگی، نیاز داره به بیداری. دلها را باید بیدار کرد و اون ماده عشقی که الله در دل گذاشته است او را باید تحریک کرد. چرا اگر این عشق به الله نرفت، این به دنیا می رود، به مخلوق می رود، به منافع می رود و به چیز دیگر می رود و این دل می میره در سینه که در آن عشق الله نیست. دل بی فایده میشه اگر در آن ارادت به خالق و مالک و مولا و محسن و منعم، کسی که صاحب نعمت ماست، کسی که محسن ماست، به او اگر ارادت نباشه، به او عشق نباشه، دل میمیره و بد میمیره. عزیزان من، دل بی فایده میشود و این است که تنها عشق از دیدار حاصل نمیشه، حاصل دیدار نیست. و چه بسا این عشق و محبت از افکار و از فکر در دل خیزش میکنه و در دل به وجود میآید. همیشه بر روی نعمتهای الله و احسانات الله فکر کنیم که چقدر به ما احسان کرده و چه نعمتهای را به ما ارزانی داشته است. این سبب می شود که محبت الله پیدا بشه، در خدا خواهی پیدا بشه، خدا جویی پیدا بشود. و اگر مواظبت نکنیم، این همه زیبایی های دنیا رو، جاذبه های دنیا و جاذبه های زندگی، طبیعت، اینها را میبینیم و اینها اون عشق و محبت به سوی خودشون میبرند و الله فراموش میشود که موت انسانه، موت قلب انسان، موت خود انسانه. محبت الله تعالی، محبت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، محبت دوستان خدا، اونهایی که قربانی دادن در راه الله، اونهایی که بندگان محبوب الله بودن، محبت اونها در دل، محبت الله هست مایه حیات، مایه زندگی، مایه نجات، مایه درخشش. عزیزان من،
و لحاظ این حج برای همینه که ما اونجا او یادگاری که الله گذاشته است و اون مرکز عبادت الله تعالی گذاشته، اون نماده که الله انجا قرار داده و تمام عالم و جهان توجهشون به آنجاست، همه در نماز به اون نقطه که خانه کعبه رو میکنن و نمازشون زمانی قبوله که رویشون به سمت و سوی خانه کعبه باشد و لحاظا این کعبه عشق و این یادگار و نشان الله تعالی است. هر کس یک نشانی حالا توی دنیا هم بسیار یادگار میگذارند و نشانی میگذارند و این نشان الله تعالی گذاشته. همه دنیا خود نشانات الله تعالی است، ولی آنجا الله این یادگار خصوصی را گذاشته و دربار قرار داده است برای توبه، برای تجدید عهد، برای وفا به الله تعالی، وفادار بودن به الله تعالی، برای رجوع و برگشت به سوی الله تعالی آنجا گذاشته که بندگان برن آنجا و با ارادتشون تجدید بکنن و برای وفا به عهد با الله تعالی که الله را تا آخر زندگی بندگی بکنن، تجدید عهد بکنن، توبه مجدد آنجا بکنن و توبه کنندگان که در وطن توبه کردن آنجا برن توبه را تجدید بکنن، عشق تجدید بکنن، عهد تجدید بکنن و تجدید عهد با الله تعالی و تجدید بیعت با پروردگار و او حجر اسودی که الله آنجا گذاشته است، هم این نماد اونجاست از همین که دست میگذارن و میبوسند. او چیزی که دستور داده شده ببوسید، حضرت رسول بوسیدن، دو دست دادن و عزیزان من این همون عهد به الله تعالی و آنجا محل توبه گذاشته و محل قبولیت دعا همه جا قبول میشه، ولی بالاترین قبولیتش در آنجاست. توبه همه جا پذیرفته میشه ولی آنجا به صورت خاص پذیرفته میشود و آنجا عبادت خاصی الله گذاشته که جای دیگه نیست. او طواف و دور زدن خانه کعبه، اطراف خانه کعبه دور بزنید و این عبادتی که جای دیگه نیست، بر هیچ نماده، بر هیچ مزار و زیارت جایز نیست. این طواف که مخصوص خانه کعبه است و آنجا دور میزنن و این دور عاشقانه، دور که راز و نیاز با الله و دور نیایش و بندگی به الله تعالی است و آنجا حج گذاشته که در هیچ جای دنیا حج نیست. این حج تنها در اون جایگاه و مقامه، این یکی از ارکان مهم دینه و یادگار حضرت ابراهیم، از یادگار عاشق بزرگ الله و بنده مقرب الله، مخلص خدا حضرت ابراهیم که جانانه در راه خدا قربانی دادن. اون در همون سنت ابراهیم ادا میشه، قربانی که همه جا ادا می شود. فرمودن که این سنت پدرتون ابراهیم، این همون بر رسم و رواج حضرت ابراهیم ادا می شوند و این قربانی مالیه و این احیای او سنت ابراهیم و سنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است که انجام میدیم. دین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دین اسلام دین حضرت ابراهیم خلیله و این یک دینی که ابراهیم برو بودن، خاتم النبیین الله به همین دین
ماموریت دادن که این دین عمل بکنه و نشر بکنه. تفاوت نیست. اگر باشه با توجه به شرایط و زمان و مقطع طرف بسیار جزئیه. نزدیکترین ملت از ملت‌های دنیا به ابراهیم ملت مسلمانه و قرآن این تصریح کرده است. و روی این عزیزان من حجاج گرامی بعد این روزها در همه فکر باشه و دعا کنند که سفر مقبول بشه به بارگاه الله تعالی. و همه من و شما باید دعا کنیم کسانی که امسال زیارتشون نصیب میشه الله تعالی سفر مقبول نصیبشون بکنه و برای ما همه پیش بیاره این شرایط که انشالله زیارت نصیبون بشه. حج یا عمره همه این سنتن و در اسلام و حج الله فریضه گردانیده و لحظه من بعد هم حج همون حج ثواب داره، حج نفلی هم ثواب بزرگی داره و لحظه این تجدید عهدان و تجدید میثاقان و تجدید توبه و رجوع الی الله و بازسازی خوده و این مفیده و مایه حیات برای همه انسانیت و این خانه کعبه را الله تعالی قوام قرار داده برای همه جهانیان. این مایه حیات برای کل بشر و انسان و یک میعادگاه بزرگی است و برای همه جهانیان و جهانیان از اینجا استفاده می کنند ولو که خودشون متوجه نشن. و تا خانه کعبه هست، تا عبادت هست، تا بندگی انجاست. الله دنیا را ویران نمی کنه، الله دنیا را تباه نمی کنه و دنیا به زندگیش و اهل دنیا ادامه می دهند. و الله تعالی همه را توفیق عنایت کند. انشاءالله بقیه ادامه کلام این باز در جمعه آینده انشاءالله. حالا حجاج بهرحال حجاج ایرانی و تمام دنیا بالاخره در فکر و آمادگی و بسیاری پرواز دارد و بسیاری ممالک آمدن رسیدند و بالاخره روزهای تلبیه و احرام و حج و این روزها مسائل واقعا رخ میده توی منطقه که در داور هستند و رنج دهنده و مشکلات هستند و یکی از این همه مسائل مسئله هند و پاکستان است. دو تا کشورن که کنار همان، زبانشون هم یکی است و با هم قومیت و خویشاوندی و قرابت هم داره و مشترکاتشون بسیار زیاده و اینها بالاخره الان تنشی در بینشون به وجود آمده و خطر جنگی وجود داره. دو تا کشورن که هم از لحاظ تسلیحات خیلی مدرنن این دو تا کشور و امکانات جنگی فراهم کردن، ارتش هم قوی دارن و هر دو تا کشور هسته‌ای هستند و به هر حال این تنش در میان اینها و درگیری خیلی نقصان عظیم و بزرگی داره و ویرانگر خواهد بود و خیلی تباه کننده خواهد بود. دارایی مردم، دارایی هر دو کشور ضربه میخورند و جنگ کشورها را و ملتها را عقب رانده میکنه و عقب گرد صورت میگیره و از پیشرفت و ترقی باز میداره. بعض جنگ از 50 سال برگشت دارن، بعض 20 سال، بعض بیشتر و زندگیشون را به آتش میکشند و ویران میکنند و انسانها کشته میشوند و لحاظ جنگ عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست
و باید فکر کنند مدیران هر دو کشور، مسئولان هر دو کشور، و اینها را تحریک نکنند ملت های دیگه به جنگ که خیر اینها را نمیخواهند و بدبختی اینها را میخواهند، و لحاظا خودشون باید مدیریت کنند و مسئله را نگذارند که جنگ بزرگ یک سری درگیری ها رخ داده و خطر آنه که یک روبرویی سختی انجام بگیره در وسطشون و تنش بالا برود، و دعا کنید که الله تعالی آتش تنش و درگیری را الله تعالی خاموش کنه و از راه گفتگو، از راه های سیاسی و دیپلماسی بهترین راه هوشمندانه، راه عاقلانه و این را جلو بگیرند، دنبال احساسات و تحریکات نشوند، دور فکر کنند، دور اندیشی داشته باشند. انسانای هوشمند و عاقل توی دنیا دور فکر میکنند که آخر نتیجه به کجا ختم میشه، کجا میرسه، و میرشینند مذاکره میکنند. اگر مشکلات ایجاد شده از هر طرف یا از هر دو طرف، هر چه ایجاد شده با گفتگو مسائل پیش ببرند. دیگران، کشورهای دیگر منجگری کنند در میانشون و از نفوذ خودشون را به کار بگیرند برای اینکه نگذارند جنگ در این ناحیه رخ بده و این نقصان برای انسانیت، تباهی برای زندگی مختل میشه. کشورهایی که از همه دنیا و یا از بسیار دنیا انسانهای ضعیف و مستمند و فقیر، بیشترین ملتش و فقیری هر دوتا فقیرتر میشوند و بدبختی بیشتر میشود و لحاظا این به نفع هیچ کشوری نیست. ما هم دعا میکنیم که شما دعا کنیم همه ما که جنگ رخ نده در این ناحیه و هر دو کشور فکر کنند و بالاخره با مدیریت این تنش‌ها را پایین بیاورند و گفتگو و مذاکره را شروع بکنند و مسائل خودشون را از این طریق پایین بیاورند. و نکته دیگری که آزار دهنده و رنج دهنده و حتی چهره ها را متغیر کرده و دلها را غمگین کرده است، همین مسئله خاورمیانه و اختلاف و درگیری و مشکلاتی که در خاورمیانه، تهدیدات جنگ موجودند و لحاظا این یکی دیگر از معضلات که این جنگا در واقع همه دنیا و منافع دنیا را تهدید میکنند، برای همه ملت های دنیا ضررن و نقصانن. اگر در خاورمیانه آتش در بگیره، بله هیچ کسی اینجا امنیت نخواهد داشت برای تجارت، برای بهره برداری و استفاده و منافع همه دنیا گره خورده به این منطقه و این منطقه استثنایی است در دنیا و منطقه که بسیار سرمایه از اینجا، سرمایه ملت تامین میشه و زندگیشون. و لحاظا هوشمندانه و عاقلانه که همه دولت های دنیا و دولت های خاورمیانه، منطقه و اروپا و غرب و شرق بی تفاوت نباشه در این باره و فکر کنند و بهترین جنگ رای حل نیست، کشتن رای حل نیست، تخریب و ویرانگری رای حل نیست. جنگ به بر می آورد و کشتار به بر می آوره و انسان را عصبی میکنه. بهترین راه گفتگو است و مصالحه و این آرامش میده به انسان و انسان را از موضع جنگ پایین می آورد. گفتگو، مذاکره و این شیوه انسانهای بیدار دنیا، انسانهای هوشمند دنیا است و ما همه طرف ها را دعوت میکنیم که با هم بشینند،
با هم گفتگو بکنن، تخریب نکنن زندگی یکدیگر را، ویران نکنن زندگی یکدیگر را و منطقه را ناامن نکنن. و این مهمه، بسیار مهمه که تنش کشورها از خود تنش زدایی بکنند، در سیاستهای خود تنش هم را نگذارند بلکه مصالحه را بگذارند. اتفاقا ملت ایران یکی از ملتهای که خواهان صلح و انگیزه صلح داره، برای همه دنیا آرزوی صلح داره و برای خاورمیانه که منافع ما مستقیما اینجا مرتبط می شود و بالاخره یکی از ملت‌های بزرگ و ایران، ملت ایران هست و لحاظا هم ملت ایران به همین تاکید داره و همین را می پسنده که مذاکره بشه و توافق بشه و بالاخره از تنش همه دوری بکنن و پرهیز بکنن که تنش تجربه ثابت کرده که تنش ناکامی داره و ایجاد تنش، ایجاد مشکلات و از اینها همه دوری بکنن و این هم خواسته مردم ایرانه و هم خواسته کل این اقوام و ملت هایی است که در این منطقه زندگی میکنن. و مهمترین نکته این صلح که میتونه تأثیر گذار باشه و تمام این تنش ها از اونجا شروع شده، اختلاف اسرائیل و فلسطین است و این باید اول این باید در نظر بگیرند و این مسئله باید از راه عادلانه و از راه مسالمت آمیز و گفتگو این مسائل حل بشود. حل این مسئله برای همیشه مشکلات خاورمیانه را حل میکنه و تنش ها را از منطقه بر میداره و به نفع همه جهانیانه، به نفع اسرائیل، به نفع فلسطین و به نفع کل خاورمیانه است، به نفع همه مانه که این تنش برداشته بشود. عاقلانه است اگر جمهوری خواهان در امریکا و اروپایی ها و خصوصا آقای ترامپ ریاست جمهور امریکا اگر میخواهد که تاریخ به دستش بیاید و بخواهد که یکی از مردان تاریخ بشود، بالاخره مسئله فلسطین حل بکنه و تمام مشکلات ها را به دنیا را حل کرده. اگر مسئله فلسطین حل بشود و اگر حل نشود بقیه تنش حل بشن خوبه، ولی بعد خطرناکه که مسئله فلسطین مجدد سرایت نکنه و تنش در منطقه ایجاد نکنه. به ضرر ملت یهود و به ضرر اسرائیل که این برنامه را ادامه بده، کشتار مردم فلسطین، زنان و کودکان و افراد بی دفاع و کشتن اینها هیچ کسی تحسین نمی کنه. نفرت انگیز تاریخ اسرائیل سیاه می کنه، تاریخ این ملت سیاه می کنه. همانطور که هیتلر بدنام شد به کشتن یهودیا و هولوکاست، آنانی که الان دولت اسرائیل راه هیتلر را ادامه نده، راه کشتن راه درستی نیست، انحراف مذهبیه، انحراف فکریه و این انحراف بزرگه که انسان خیال بکنه که از راه کشتار جلو میره، از راه کشتن مردم جلو میره. این انحراف بزرگه. اگر مسلمانان این فکر داشته باشن انحراف از اسلامه و انحراف از دینه، و اگر این فکر در یهودی ها باشه
انحراف مذهبی اگر در نصارا باشه انحراف بزرگه. در هیچ ملت این نبوده، انحرافن بعداً شکل گرفتن و اینها به هر حال مشکلات درست میکنن. کشتن زمان کشتن، آقا کشتن که در جنگ ها توی دنیا که به یک بنبست گیر میکنن، دیگر رای حل ندارن، جنگجوها را میزنن، مسلح یک دیگر را میزنن. در هیچ ملت کشتن زن و بچه و در هیچ قوانین بین المللی، در هیچ قوانین انسانی، در هیچ قوانین دینی کشتن زن و بچه روا نیست. و اگر مسلمانی بکشه منحرف است. سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم زنها را بزنه، بچه ها را بزنه، انحرافه. اگر مفتی فتوا بده منحرف شده است سیره آن حضرت، چرا که حدیث صریح موجوده، حدیث موجوده و حدیث قابل تعویل نیستن، توجیه نیستن. حضرت فرمود زنها را نزنید، بچه ها را نزنید. و جایی که مجبور می شدن، جنگای آن حضرت دفاعی بوده و دنیا خواسته چراغ اسلام خاموش بکنه و اونها در جهت دفاع از این بالاخره صحیح ترین نظر همینه. و اما توی همین جنگ ها دفاعی دستور داده که زنها را نزنید، کودکان را نزنید، سال خورده ها را نزنید و پرهیز میکرد از زدن اینها. و اگر یهودی این کار بکنه، هر ملت بکنه، در هیچ قوانین بین المللی درست نیست. و اسرائیل کشته را ادامه میده. این برای سرنوشت دنیا، زندگی دنیایشون تباه کاری هست. این تباهی بزرگ است اینجا رخ میده و هم منفی اثراتش و آخرت هم عذاب الهی و دنیا هم عذاب الهی تبدیل میشه. خوشنامی نداره، نام نیک نداره و به هر حال بغیر از بدنامی دیگه حاصلی ندارد. و ما امیدواریم که همه کشورهای مسلمان، غیر مسلمان، کشورهای دنیا و سازمان ملل و تمام مجامع بین المللی که روی انسانها فکر میکنن و همه دولتهای غربی و شرقی فکر کنن در مسئله خاورمیانه، همکاری بکنن با هم و مسئله فلسطین حل کنن و همه این تنش‌ها برداشته بشه و بتونن ملت راحت زندگی بکنن و آنانی که خدا را بندگی میکنن، آنانی که بالاخره بعد دنیای زندگیشون تلاش میکنن، همه بتونن اینجا راحت زندگی کنن و مشکلات نباشه. و ما امیدواریم که همین را ادامه پیدا بکنه و مردم ایران هم خواستهشون به هر حال همین هست. ما امیدواریم که در همین راستا مسئولان تلاش کنند که این تنش‌ها را هر اندازه که تواناییشون و دستشون هست تنش بردارن و تنش از به هر حال از ایران برای همیشه این مسائل روی مسائل برداشته بشه که ایران خواهان جنگ با هیچ کسی نیست و با هیچ ملت مشکلی نداره. همه ما در شرایطیم که دولت و ملت همه باید به ساختن ایران توجه کنیم، به حل مشکلات ایران توجه بشه و ملت ایران الان با مشکلات مواجه، با چالش، با گرانی، با مشکلات معیشتی و اقتصادی، مشکلات زندگی، بالاترین مهم بالاخره درونیه که ما مشکلات درونی ما حل بشه و الله تعالی همه مشکلات درونی و بیرونی حل بکنه و دفاع و از مظلوم و این خوبی که در سیاستهای همه ملت ها باشه و ملت ما که از مظلوم و از حق دفاع بشه، اما دفاع سیاسی انجام بگیره، دفاع دیپلماسی انجام بگیره و این بهترین راه است و عاقبت همه ما را الله تعالی بخیر بگردانه.
و آخرین نکته آن که به هر حال یکی از علمای شاخص کردستان که آقای ماموستا لقمان امینی که یکی از ائمه جمعه هم هست در کردستان، به هر حال بازداشت شدند ایشون و نگرانی از این مسئله به وجود آمده. خیلی جا با آقای لقمان حکیم، بالاخره این لقمان داره حکمت هم بوده، لقمان امینی، و در هر صورت خواسته همینه که هم آقای لقمان امینی را آزاد کنند و صحبت دارند با علما، مسائل است به گفتگو بشینند و گفتگو کنند و همچنان ماموستاهای دیگر از عزیزان کرد ما که مشکلات مردم، مسائل مردم مطرح میکنند از تریبون و از حقوق مردم دفاع میکنند و هر علمای جای دیگر و تمام کسانی که از بالاخره از حقوق مردم دفاع میکنند شایست است که با این نوع انسانها بشینیم به مذاکره، به گفتگو بشینیم و از راه گفتگو مسائل پیش ببریم. بهترین سیاست، بهترین راه همینه که افراد سیاسی و افراد که به هر حال انتقاد دارند و خواهان تغییرات هستند و به هر حال با اینا گفتگو بشه و تمام توجه به سوی تغییرات باشه که رضایت همه ملت بگیره و مشکلات ملت حل بکنه. بهترین سیاست هست که در درون کشور ما داشته باشیم. عاقبت همه ما را الله بخیر بگردانه و صلی الله علی سیدنا محمد.